ببین میدونی الان کی برد کرده؟ اونی که از ماتریکس خارج شده و دل به طبیعت زده، داره تو طبیعت زندگی میکنه. اینجا رو نها کن. وای یه وقتایی یه صندلی این مدلی رو به طبیعت، حالا کوه باشه، جنگل باشه، بیابون باشه، اصلا هر جا، از 100 تا برج و از 100 تا نمیدونم طلا و جواهر بیشتر میارزه. اینجا رو ببین. آخه این هیچ ربطی به پولداری و بیپولی نداره. یعنی یه نفر که 100,000 تومان هم تو حسابش نیست میتونه بیاد بشینه طبیعت رو نگاه کنه. تمام شهرها هم دارن ها، نگی آقا اونجا دبی، اینجا کیشه، اونجا فلان. نه، تو هر شهری که باشی یه همچین ویوی میتونی داشته باشی برای خودت. تو جنگل، تو کوه، تو کویر.